امروز می‌خوایم در مورد انواع متریال‌های کف صحبت کنیم که چه متریال‌هایی میتونیم در کف ساختمونمون در دکوراسیون داخلی استفاده بکنیم. متریال‌هایی که ما میتونیم در کف استفاده کنیم موکت هستش که یک متریال قدیمی هستش که قبلا خیلی استفاده می‌کردن. البته الان جدیداً باز دوباره روی آوردن به سمت موکت، مخصوصاً برای فضاهایی که خیلی رفت آمدهای بالایی داره، به دلیل اینکه حالا میان از موکت‌های با تراکم بالا استفاده میکنن، هم مقاوم در مقابل ضربه است، هم در مقابل آلودگی. خب کنترل آلودگیش راحت تر از پارکت، سرامیک و غیره هستش و یک کف نرم و خیلی قابل انعطافی رو به شما میده که رفت آمد کردن روش راحت تر هستش. بعد پارکت رو ما داریم، لامینت رو داریم، کف پوش داریم، بتون اکسپوز، سنگ و سرامیک که ما میتونیم از همه اینا برای کف فضامون استفاده بکنیم. پارکت، لامینت و کف پوش در یک خانواده هستن، یعنی ظاهرشون یه مدل هست، فقط تنها تفاوتی که دارن در جنس پارکت و لامینت و کف پوش تفاوت ایجاد میشه. کف پوش جنسش از PVC هستش. PVC از پلاستیک فشرده استفاده شده. کف پوش یه حالت خیلی قابل انعطاف بالایی داره، یعنی خیلی نرم هستش و شما میتونیم به هر شکلی که میخوای درش بیاریم و میتونیم به صورت خمیده و جاهای منحنی ازش استفاده بکنیم، ولی خیلی مقاومت بالایی نداره و خیلی زیبایی پارکت و لامینت رو به شما نمیده. لامینت از چند لایه HDF درست شده که به هم دیگه چسبیده و لامینت رو برای شما وجود آورده. همونطوری که میبینید بچه‌ها، ببین خیلی ظاهر زیبایی داره، تقریبا مثل پارکت. طرفدار خیلی زیادی داره، الان لامینت خیلی زیاد ازش استفاده میکنن. دلیلش هم اینه که نسبت به پارکت ضد آبه و در مقابل ضربه‌ای که ممکنه بهش بخوره مقاوم هستش و تمیز کردنش هم راحته. بنابراین میان از لامینت استفاده میکنن که خب اینم یک گزینه هستش. پارکت جنسش از چوب طبیعی میان پارکت درست میکنن. بچه‌ها نگاه کنید، شکل لامینت هم در همین ابعاد عرضه میشه، فقط گفتم جنسش فرق کنه. پارکت جنسش از چوب طبیعی هستش، میان پارکت رو اجرا میکنن، فقط این که پارکت مثل لامینت ضد آب نیستش و در مقابل ضربه نسبت به لامینت خیلی زودتر ممکنه که آسیب ببینه، ولی خیلی پارکت زیباتر هستش و برای جاهایی که حالا زیبایی بیشتر براشون مد نظره و دکوری تر هست الان بیشتر از پارکت استفاده میکنم، ولی طرفدارای لامینت بیشتره. در مقابل اینا کف پوش که کلا خیلی هم به دلیل اینکه لحاظ هزینه قیمتش مناسب تر هست بعضی جاها هم از این استفاده میکنن، ولی اصلا به شما زیبایی پارکت و یا لامینت رو نمیده. ولی لامینت چرا میتونه همون کاری که پارکت برای شما میکنه رو انجام بده. خب